گفتین سفر و اروندم الان باهاتون زیاد میاد سفر. چند وقته که در اینستاگرام خیلی مد شده که میگن اینجا سوئیس نیست، اینجا نمیدونم ایران خودمونه، از این حرفا. میشه چند جا رو برای ما اسم ببرید که ما بعد تصویرشو بذاریم و یهو همه تعجب کنن؟ یکی از زیباترین مناطق ایران به نظر من در مرز بین استانهای لرستان، اصفهان و چهارمحال بختیاری هست که مرتفع‌ترین شهر ایران هم هست. در ارتفاع 2550 متری فریدون شهر اصفهان. تو هم استان خودت هم هست. بله من رفتم خیلی زیبا. بله اونجا مثلا ما آبشار بسیار زیبایی به نام پونه‌زار داریم یا آبشار پشندگان رو داریم. 150 نوع پرنده اونجا داریم. ما متراکم ترین رویشگاه بلوطمون اونجاست. بالاترین سرانه آب ایرانیان در اون منطقه است. مردمی که اونجا زندگی میکنن، برف و یخچال‌های دائمی داریم و ایستگاه هواشناسی در بالا دستش تو منطقه نزدیک کوهرنگ تا 1400 میلیمتر در سال بارندگی ثبت میکنه. از همه قشنگتر به نظر من اینه که 411 ساله که در فریدون شهر اصفهان قتلی اتفاق نیفتاده و یکی از بی‌نظیرترین مناطق نه فقط در ایرانه که فکر کنم در کل آسیا. من هر چی سرچ کردم هیچ شهری رو ندیدم که 411 سال توش قتلی اتفاق نیفتاده باشه. دوستان زیادی من اونجا دارم، میرم خونه هاشون، مثل آقای تواضع که اگه صدای منو یا تصویر منو بعدم میبینه بهش سلام میکنم، یه طرف خونش پر از کتابه و اینا اهل خوندنن. NGO خیلی قوی ما داریم اونجا. حال مردم خوبه اونجا، حال طبیعت هم خوبه و این دو تا هم دیگه. اونجا که لهستانی هم رفتن، گرجی ها در واقع شاه عباس برای جلوگیری از نفوذ امپراتوری عثمانی یک گروه از جنگاوران گرجی رو میبره اونجا مستقر میکنه و دیگه اونا میمونه. هم تا همین آقای ساکاشویلی هر چند وقت یه بار میاد اونجا به فامیلاش سر میزنه و ولی دیگه الان فقط گرجی ها نیستن، یعنی ارمنیا، لرها، بختیاریا، فارسا، ترکا اونجا زندگی میکنن ولی تونستن با هم تعامل بکنن. من با چرا تونستن حرف بزنن؟ آره. که آدم نکشتن. بله. و این خیلی مهمه. من اصلا میگم اگه ایران میخواد بگه جهان آری از خشونت، بیاد اینجاها رو معرفی کنه که آقا ما یه همچین فرهنگی داریم، یه همچین بستر درجه یکی داریم. فقط هم فریدون شهر نیست، این یکی از جاهاست. یکی دیگه